جنگل شروود. رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می‌کند. جوناس آرمسترانگ، لوسی گریفیتس، ریچارد آرمیتاژ و کیت آلن، گوردون کندی، سام تروتن، جو آرمسترانگ، هری لوید، ویلیام بک. کارگردان ریچارد استندبل. خانواده خوشت اومد؟ کارمون چطور بود؟ عالی پسر. رای خیلی بیمزه. خیلی هم بامزه‌ام. حالا میشه اون مال من باشه؟ این یه اسب جنگی از بهترین نژاده. معلومه دوست ما تو استحقاقشو داری. موچ نباید انقدر زود رنج باشی ها. تو نباید به خاطر همچی چیزی مثل بچه‌ها من گریه نمی کنم. این چیه؟ یعنی میدونم چیه ولی یه بچه است. ما از اینجا رد شدیم. ممکن بود لهش کنیم. مادرش کجاست؟ یخ کرده. مادرش خیلی وقت گریه‌اش کرده. میتونی جلوی گریه‌شو بگیری؟ آره بدش من. مگه نگفتی ساکتش کنم؟ ولش کنین همینجا بریم. نمیشه که یه بچه رو ول کنیم بریم. میخواین نگهش داریم؟ ما راهزنی پرستار بچه که نیستیم. هی چی کارش کردی؟ از من خوشش میاد. شانس آورده که زنده است. اینجا پر از رد پاست. بی صدا و بی حرکت. چیه؟ این رد پاها رو ببینین؟ علامته. گیزبورن انقدرام احمق نیست. رد ما رو گرفته. باید اعتراف کرد که زرنگی کردی. فکر اینشو نکرده بودی مگه نه؟ بهتره هرچی زودتر از اینجا بریم. هر آن ممکنه برسه. پیداتون کردم. ارباب حالا چیکار کنیم؟ کاری نمیتونیم بکنیم. ما معتقدیم نباید به انسان‌ها یا حیوانات آسیبی برسه. اما نه جونورای موذی. مردک تازه بچه رو خوابونده بودم. بگیرش.
زمین! رایو گرفتیم. با اسب علامت گذاشته بودن، ردمونو گرفتن. اینم یه بچه است. جان خیلی متاسفم. میریم به ناتینگهام. قلعه ناتینگهام. خبرهای خوب از دهکده کلان. چهارشنبه که هیچ اثری از طاعون یا هر مرض دیگه ای که بود دیده نشده. پس میتونیم قرنطینه رو برداریم و به بازمانده ها قضا بدیم. مردم دهکده کلان آدمای کثیفی هستند. اطراف اونجا پاک شده. مالیات کم میدن، اعتراض میکنن. قرنطینه باقی میمونه. باید بهشون غذا بدیم وگرنه میمیرن. ماریا، چه دلسوز. وقتی این افراد عاجز نمیتونن از خودشون مراقبت کنن، ما هم نباید و نمیتونیم ازشون مراقبت کنیم. ولی اگه اجازه نداشته باشن از دهکدهشون خارج بشن، چطور میتونن از خودشون مراقبت کنن؟ موافقم. این مشکل کلانی هست. اما مشکل دیگه اینه، از چه کسی مالیات بگیرم تا غذای مردم بدبخت کلانو بدم؟ از پیتر بگیرم برای فقرا خرج کنم؟ نه، ساده تر اینه که قرنطینه رو نگه داریم و بعد از 2-3 هفته که همه اهالی دهکده مردن میتونم اونجا برای افرادم خونه بسازم. این وحشیانه است که بذارین انسانهای سالم کشته بشن. اگه همه بفهمن که شما جالبه. این خشمی که در وجود شماست از زبان منطقه یا از سر ناکامیه؟ ناکامی از این بابت که هنوز نتونستید ازدواج کنید. عذر میخوام، کارهای دیگه هم دارم. اسم من رویستین وایت. برای رابین هود و اسم من رویستون وایت. برای رابین هود و بهتره بعد از اینکه حرف زد فکشو بشکنی تا اینجا قبلش. اون کیه؟ هم دست رابین هوده. اومده بود توی استبل من. خوشبختانه اسبای من علامت گذاری شده بودن و افرادم تونستن پیداشون کنن. قربان. حرف بزن. اسم من رویستون وایت. I fight for Robin Hood and King Richard. I'll say no more. حتما روز بسیار سختی داشتی. چی؟ بذار استراحت کنه. اینجا چه خبره؟ مطمئن باشید تا کتکش نزنیم حرف نمیزنه. برو ببین هیچ خانواده توی ناتینگهام داره؟ زود برگشتی. اون گریه کرد. اسم چی؟ آنی. چی داشتی بهش میگفتی آنی؟
تا چند وقت پیش شوهرم بود. اون یه چهره خوبم داره. اشتباه میکنی. مراقب باش. من موقعیت خوبی دارم به عنوان همسر سابقش. اون اینو بهت گفته؟ من مادر بچه‌شم. نگاه کن با من چی کار کرده. نذار به بچه‌ت نزدیک بشه. ساکت شو. اون مرد خوبیه. به هم گفت بچه‌مو سپرده به دیر کرکلیس. اونجا ارزون نیست. پول زیادی میخواد. میخوای باهاش چیکار کنی؟ ما راهسریم نه پرستار بچه. تو سیاهچال غلس و به شدت ازش مراقبت میشه. دیوار شرقی که کارگر کار میکنن چطوره؟ پر از نگهبانه. دیوار جنوبی چی؟ خیلی بده. اگرم بتونیم وارد قصر بشیم، شنیدم درای سیاهچال خیلی قطورن. منم راجع به درا شنیدم رابرت از یورک اونا رو ساخته. خب رابرت لولایی ساخته تا خودشون نجات بده. قفل اون در خیلی محکمه ولی لوله‌هاش ضعیفن. مخصوصا برای وزن یک کنده درخت. اسم بچه چیه؟ به تو ربطی نداره. ست. چند هفتشه و قنداقش مخملیه؟ بله ولی حتما تو راه دیر دیدیش. تقریبا. داروغه میخواد تو رو ببینه. اگه هممون کشته بشیم چه فایده‌ای داره؟ هر انسانی در زندگیش یک هدف را دنبال میکند. شما هدف خود را انجام اعمال شایسته قرار دهید. جمله زیباییه. It's the Quran. What's that? It's the Turk Bible. He read it in the Holy Land. Why? I wanted to know what it was that we were fighting. رویستین وای. I fight for king and country. لاری لاری لا. برین روک میگم. میخوام کاری بکنی. سپاسگزار خواهم شد اگر از این برای کشتن دوست مشترکمون رابین هود استفاده کنی. من با این مادر تو رو میکشم. بله چه حسن تصادفی. میدونی وقتی گفتی من با این مادر تو میکشم فکر نمی کردی ممکنه من جدی بگم. مادر رویسی فکر کردم بردی. مادر فکر کردم بردی. مادر میخواستم برگردم. میخواستم وقتی اوضاع بهتر شد برگردم اما اوضاع بهتر نشد. خوشم اومد. خیلی خوبه خیلی خوبه. حالا کدوم راه انتخاب میکنی؟ رابین هود میکشی یا مادرت رو؟ من این کارو نمیکنم. تو نفهمیدی منظور من چیه. تو باید این راه رو انتخاب کنی یا اون راه رو. تو باید تصمیم بگیری و اگر این کارو نکنی من به جا تصمیم میگیرم. خب به نظر تو طلوع خورشید فردا چطوره؟ من در موعد مقرر کارم انجام میدم. البته وقتی میگم در موعد مقرر منظورم این نیست که حتما زمان مرگ فرا رسیده. خب تصور میکنم تو دلیرانه فرار کردی. البته
افراد منم میخوان تو رو بگیرن. این مدال افتخارم فراموش نکن. حالا میتونی بری. چرا اون بچه رو میاری؟ خب نمیتونیم که ولش کنیم. نمیتونیم ببریمش. میخوای چیکار کنی؟ یه خنجر کوچولو بهش بدی یا تیر و کمان کوچولو؟ نگاه کنی اون رویه. رای! خیلی خوب شد که برگشتی. خوشحالم. منم خوشحالم. خوبی آره؟ جان چجوری فرار کردی؟ یه نمایش واسه داروغه اجرا کردم. جمعونم خوشش اومد. بهم پیشنهاد کرد برم توی گروه اون. نه اینجور دزدی‌ها رو دوست ندارم. همون دزدی‌های پرهیجان رو دوست دارم. حالا چند نفر رو نفله کردی؟ چند تا آره چند نفر رو. مثلا 100 نفر یا 200 نفر؟ نه اون قدرام نه. گفتم چند نفر نه 100 نفر. یه نمایش اجرا کردم. یه نمایش. صبر کنین اون میخواد مرا بکشه. چی؟ کی؟ اون نبود. اون اسب همون حقه قبلیه. این یه تله است. اون ما رو انداخت تو تله. کارمون تمومه. خب امکانش بود. اینو که دیگه قبول داریم. رابین باید یه چیزی بهت بگم. تو قلعه اتفاقی افتاد. بگو. من یه چیزی. چیه؟ من اسم اون بچه رو میدونم. خوبه. اسمش سته. اسمش سته. پدرشو تو سیاهچال قلعه دیدم. به خاطر دزدیدن نون اونجا بود. ظاهرا مادر ترسیده بچه رو تنهایی بزرگ کنه. اون آورده توی جنگل ول کرده. تقصیر داروغ است. اون داره مردم رو میکشه. مادر تو نایتن زندگی میکنه. تو و من باید بریم بچه رو ببریم به کسی بدیم که ازش مراقبت. حرکت نمیکنی؟ نه غروب تو لنگستر به من ملحق بشین. کجا میری؟ نایتن بچه رو میبرم خونش. روی میدونه خونش کجاست. بیا. میخوای منم بیا؟ نه بیشتر از 2 نفر باعث جلب توجه میشه. باشه خوبه. من اینجا میمونم. اینطوری بهتره. برای شامم خرگوش درست میکنم. دهکده یکلام. لیدی ماریان روز بخیر. خدمتی از من برمیاد؟ میخوام 5 دقیقه برم تو دک. نمیتونم اجازه بدم. خواهش نمیتونم. خواهش نه کنار بیست. من تو دهکده کار دارم. اینجا قرنطینه است. چیزی در مورد تا اون نشنیدی؟ تا اون خیلی وقت تموم شده. خودتونم میدونین. تظاهر نکنین که نمیدونین. دستور داروغ است. نمیتونم بذارم وارد من شی. دختر داروغه سابق هستم و دستور میدم کنار بیستین. مردم اینجا دارن از گرسنگی میمیرن. اگه داروغه بفهمه شما اینجا بودین تنبیه میشین. تا اون تموم شده و این مردم به غذا احتیاج دارن. اوه نون خوشمزه. این نون خوشمزه بیشتر شایسته سربازای داروغه است. دستتو بکش. لطفاً همگی بی حرکت. مشکلی پیش اومده؟ مشکلی نیست که از پسش برنیام. متشکرم. شمشیرا
مردم دهکده دارن از گرسنگی میمیرن. بیماری تموم شده ولی داروغ قرنطینه رو بر نداشته. میخواد تو این دهکده بر افرادش خونه بسازه. رای ببندشون. نقشه تو چی بود؟ با آرامش نگهبانا رو راضی کنی؟ چه فکر غلطی. تو فکر بهتری داری؟ نگاه کن، نونه! زود باشی، نونه! خدا خیرت بده رابین، خدا خیرت بده. نونه! رابین هود، رابین هود! این کار تیر هدر دادنه. نه میتونیم فقط غذاها رو پرتاب کنیم. میشه، ولی این کار لذتی نداره. بیا بریم. باید بریم. رابین بذار کمکت کنم. نه غذا دادن به فقرا قابل گذشته، ولی مجازات کمک به من اعدامه. بچه رو بده من. زنان نباید تو این بازی دخالت کنن. بچه هم همینطور. بچه کی؟ رابین از هم جدا میشیم ولی با هم نمیریم. خنجر از کجا آوردی؟ دفعه بعد خودتو معرفی کن. نزدیک بود بکشمت. گممون کردن. تنهایی. گفتم از هم جدا میشیم. تو نافرمانی کردی، ولی حالا خوشحالم این کار کردی. به زودی هوا تاریک میشه. مأموریت ما برای رسوندن مادر بچه به هم تا فردا به تعویق میفته. نظر تو چیه؟ نمیشه صبر کنیم. منظور چیه؟ رابین Don't just stand there. منو میشناسی؟ لیدی ماریان هستید؟ نه تو منو ندیدی. متوجه شدی؟ هرچی شما بگین. به من کمک میکنی؟ این سوزن درشت و کنده. حاضری؟ خب زیادم بد نیست. Saracen attack on the king. Caught us unawares. To this day, I do not know how. Is this why you returned? The stitching became infected. I took a fever, and when I woke, the king had gone south and left orders for me to return to fully recover. So you return and take instantly to the woods? It must be clean or you'll take another fever. So, you never told me.
When I was in the Holy Land, you must have had suitors. I must have. Well, it is surprising you were not married. It is. And yet when one considers that marriage requires a man, perhaps not. A word of advice. Your charms, such as they are, ceased working on me at least 5 years ago. A A challenge. statement. Ow! That hurt. Yes! Good. Just tying off. Kiss it better. تموم شد. جاسوسی میکنی؟ کار خوبی نیست. معذرت میخوام، صدای گریه شنیدم. این شیره، اینم پنیر برای مادر بچه. این بچه ما نیست. ارباب! ارباب! همینجی بده. اسب برگشته. تو میتونی بچه رو ببری. من؟ مادرش تو نیتونه. چرا؟ چون من یه زنم؟ چون من باید برم، افرادم اومدن. آوای وحش. مریم، چرا فقط سعی میکنی به من کنایه بزنی؟ نمیدونم. گمانم همیشه راهی که ما انتخاب میکنیم دو راه مختلفه. بر راه تو بهتره. من از داخل حکومت فعالیت میکنم، این تنها راهه. نه تو شب. تو مثل نگهبان شب لباس میپوشی. من با داروغه مبارزه نمی کنم. علنی از تصمیمات داروغه سرپیچی نمی کنم. خب امروز چی؟ تو دهکده کلانه؟ اون فرق میکرد، یه شرایط اضطراری بود. تو بی نظیری. خیلی شجاعی. کاش موقعیت های اضطراری بیشتر بود. همه چی برای تو شوخی. چرا همه چی اینقدر برای تو جدیه؟ معذرت میخوام که احتیاط میکنم، حداقل به خاطر من زبون بعضی از مردم بریده نشد. بچه رو بگیر. از طرف شرق داره یه طوفان میاد. جنگل جای مناسبی برای خواب نیست. امشب اینجا بمونیم. متشکرم. نه 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 نمیتونیم. چرا؟ باید اون بچه رو ببریم پیش مادرش. خب فردا بریم. آره دقیقاً. حالا همتون برین تو خونه. صبح قبل از طلوع خورشید برین. خانه اربابی نایتون. تا اون برطرف شده، تو اینو شایع کردی. تا اون برطرف شده. نه 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 نه، این قضیه بین تو و من و مجلس اشراف بود، اما حالا مشکل شد. میتونم بگم تو اشتباه کردی. من میخوام قرنطینه رو نگه دارم. من اشتباه نکردم. یا میتونم بگم تو درست میگی، قرنطینه رو بردارم و بذارم مردم اونجا زنده بمونن و جای دیگه ای رو برای خانه ساختن پیدا کنم. پس بگید من درست گفتم. همیشه باید نفعی برای من باشه. تو سیاست همیشه یه معامله هست. اگر من بگم که تو درست گفتی، ابهتمو از دست میدم. من باید این اتفاق بیفته. باید قدرتمو حفظ کنم. برای همین باید تو رو مجازات کنم تا مردم بترسن. مجازات هم کنید؟
قرار نیست من به پیشنهادات تو گوش بدم یا با تو مشورت کنم. این کار تو نابخشودنیه. چه مجازاتی باید بشم؟ نگران نباش، مسئله شخصی نیست، فقط سیاسته. چه مجازاتی باید بشم؟ جوان و پرشور، چه دلنشین. ما اجازه نمیدیم کسی در برابر قدرت ما نافرمانی کنه. قانون شامل همه می شود، حتی اشراف. تحقیر شدن در برابر انظار گاهی اوقات خیلی بدتر از اعدامه. میکنی؟ منو ببخش. ارباب بچه ها بیدارشین داره رابین رو میکشه. باید بکشم به خاطر تو جونش رو به خطر بندازن. رای منو بکن. مردی که نجات پیدا میکنه زندگیشو مدیون منجیاشه. اون باید جونش رو فدای کسی بکنه که نجاتش داده. اینجا چه خبره؟ اون میخواست رابین رو بکشه. چی؟ چی؟ تو مثل پسرم بودی. تو پسرم بودی. جان بس کن. جان کافیه. من میکشمه. جان کافیه دیگه. کافیه. گوش کن چی میگم. کافیه. باید فکر کنم. بس کن. فهمیدی؟ مگه من چی کارت کردم که میخوای منو بکشی؟ اونا مادرمو گرفتن. میخوان اونو بکشن. مگه این که اول منو بکشی؟ طول آفتاب دارش میزنم. از داروغ متنفرم. داستان مادر این بچه‌م دروغ بود؟ پدرش گیزبورن. گیزبورن بعد از اینکه با مادر این بچه ازدواج میکنه، چون اون اشراف زاده نبوده ازش جدا میشه و بهش میگه بچه رو میبره به یه دیر خوب. بیچاره مادره. ولی اینا دلیل نمیشه که تو بخوای ارباب منو بکشی. بیا. چی؟
باید قبل از طلوع خورشید 2 مادر رو نجات بدیم. قلعه ناتینگهام. منی بله. فکر میکنم این مال توه. مری اون کجاست؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ گیزبورن نظر تو چیه؟ اون اولین نور صبحگاهیه؟ من به عهد خود عمل کردم ولی تو عمل نکردی. بنابراین اونا رو بیاریم تا تاب خوردن مری رو ببینیم. مادر! این نقاب نظر متشکرم. تقاصشو پس میدی! آقا قرار تقاص پس بدن؟ مری قرار جلوی پسر دستانا به دار آویزم بشی. قاتلا! من تو رو میکشم. آنی! تکون نخور دروغگو. تو اونو تو جنگل ول کردی چون خون من تو رگهاش بود. ولش کردی بمیره. میخواستی پسرمون بمیره. گیزبورن رابین! به طرف اسما! بیاین بچه‌ها! تکون نخورید. چرا انقدر عجله دارید دوستان من؟ متاسفم که روزتون رو خراب میکنم اما اگر از اینجا برید این کشته میشه. این همون دوست قدیمیمونه که به قرارمون پشت پا زد. ارباب تو که نمیتونی هر چند وقت یه بار خودتو تسلیم کنی. رابین نه! رابین بله. بلش کن وگرنه همینجا کشته میشی. بس کن رابین، تا حالا چندین بار این مکالمه رو با هم داشتیم ولی هر دومون میدونیم که تو آدم کش نیستی ولی من هستم. فرار کنه!
به خاطر مادرم، به خاطر اون بچه. اسم من روستین وایته. همیشه به یادتیم. What? شستنشون سخت بود. متشکرم بانوی من. بانو گلسن بانوی خوبیه. به خوبی از تو و ست مراقبت میکنه. از شما هم همینطور. متشکرم. هم از طرف خودم، هم از طرف... برو. سفر طولانی در پیش داری. یه چیزی این برای اونه. بعد بازش کنین. متشکرم. من میرم از این طرف. منم از این طرف. همیشه راه ما متفاوته. باید بگم دلم برای اون بچه تنگ نمیشه. منم همینطور. آرامش. خب دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. آدرس ثابت سایت ما www.nightmovie.net